کابوس در خواب. یک مرد که با زخم دست و پا زمین افتاده که نمیتونه خودش رو تکونی بده. با هر تلاش، با هر بار، با هر بار تلاش درداش بدتر از قبل میشه. نمیدونه که باید چی کار کنه. همون لحظه صدای پای فردی میومد که حتی مرد نگرانتر از قبل شد. یه دست زخمی، یه پای شکسته، یه رویه ضعیف که هی ضعیفتر میشه. اون فرد نزدیک شد به مرد و مرد دید که اون یک سربازه. مرد سعی کرد که خودشو مرده جا بزنه، ولی سرباز فهمید و آروم آروم دستشو برد روی سلاحش. همون لحظه صدای یک انفجار اومد، صدای یک تیر. مرد با بغض به سنگینی یک آهن بزرگ به سرباز التماس کرد که اونو نکشه. رنج که سرباز رو تبدیل کرده بود به یک بیره بدون احساس نگاه کرد و شلیک کرد. بادها پیچید دور اون همه جنازه و خون. سرباز که تنها بازمانده اون جنگ بود راهی خونش شد و رفت. فکر کرد همه چی امن شده. فکر میکرد خونش یه خونه امنه. با ناراحتی و کامل نشست توی صندلی بین خونهایی که ریخته بود به خونش. مرد پشیمون نبود حتی از کاری که کرده بود. این دفعه صدای شلیک اومد. یک گروه با کلی نقاب. صدای درد کشیدن مردی میومد. میون برفها. گروه داشت مرد رو با خودش میکشید. یک فرد از گروه چاقوشو در آورد و با خشم گلوی مرد رو برید. سرباز که توی خونه بود از خونه فرار کرد و سعی کرد تا میتونه از اونجا دور بشه. همون لحظه یک گلوله خورد توی گلوی سرباز و همونجا جون داد. این یک داستانه که میتونه حتی یک کابوس در خواب بشه. سالها جنگ ادامه داشت تا اینکه یه روز به اتمام رسید.